و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. به نظرم جلسه تا همینجا کافیه. حد اکثر استفاده رو کردیم واقعا از شعر و از مضمون و از مدح و از آهنگ و از همه چی. اولا عید سعید رو تبریک عرض میکنم، ولادت صدیقه طاهره سلام الله علیها و قسم میدم به حرمت فاطمه زهرا سلام الله علیها که معرفت ما رو نسبت به این بزرگوار روز به روز بیشتر کنه. همچنین ولادت فرزندش امام بزرگوارمون که راه جهاد فاطمی رو این بزرگوار به خوبی طی کرد و پیش رفت. روز شهادت عزیز ما حاج قاسم سلیمانی هم هست که انشاءالله خدای متعال تفضلاتی رو که بر خاندان پیغمبر کرده است بر روح این عزیز پیرو واقعی خاندان پیغمبر اون تفضلات رو نازل کنه، ما رو هم به ایشون ملحق کنه و از شفاعتشون برخوردار کنه. من یه مطلبی رو آماده کردم درباره مسئله جهاد تبیین. چرا؟ چون این جلسه متشکل از کسانی است که میتوانند پیشروان جهاد تبیین باشند. جلسه مادحان اهل بیت و ستایشگران مکتب اهل بیت علیه السلام جلسه بیان تبیین مجاهدان است. بحث من امروز اینه، حالا هر مقداری که توانستیم و وقت بود. در میان خصوصیات برجسته و ممتاز فاطمه زهرا سلام علیها یکی از خصوصیات بسیار برجسته جهاد تبیین فاطمه زهراست. ایشون دو خطابه ممتاز و نامدار ایراد کردن که یکی از اون دو خطابه معروف ایشون الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم در جمع صحابه است که درباره این خطابه گفته شده که در ردیف بهترین خطبه های نهج البلاغه است. اون کسانی که اهل بلاغت و اهل فهمن اینجور گفتن، مملو و از معارف و حقایق. یکی هم اون خطبه حضرت خطاب به زنان مهاجر و انصار اصبحت عایفة لدنیاکم قالیة لرجالکم قالیة لرجالکن عایفة لدنیاکن. این دو خطاب جهاد تبیین فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در مدت کوتاهی بعد از رحلت پیغمبر درباره اون خطبه‌ای که در جمع صحابه بیان کردند مرحوم مجلسی رضوان الله علیه
طرق متعددی رو، اسانید مختلفی رو ذکر کرده. غیر از ایشون هم دیگران خود سندهای معتبر و مهمی رو بیان کردن. ابن ابوالحدید این خطبه رو که نقل میکنه میگه من از کتب شیعه و علمای شیعه نقل نمی کنم، اینها رو از طرق اهل سنت نقل میکنم. ذکر میکنه که از کی نقل میکنه این خطبه رو، با اون شخص ثقه‌ای است و خصوصیاتش رو بیان میکنه. اون کسی که این خطبه، روایت این خطبه به اون نقل میشه، چند نفرن، از جمله جناب عایشه است. عایشه یکی از نقل کنندگان خطبه حضرت زهرا، خطبه فدکی است. از جناب زید ابن علی سلام الله علیه و علی ابیه نقل شده است که من دیدم عبارت ایشونی رأیت مشایخ آل ابی طالب یروونه عن آبائهم و یعلمونه ابنائهم. بزرگان آل ابی طالب این خطبه رو از پدرانشون نقل میکردن، به فرزندانشون یاد میدادن، برای اینکه این خطبه بمانه در تاریخ. یعنی اعتبار این خطبه اینجوریست، در این حده. انتظام فکری و منطق قوی در این خطبه لحاظ مضمون همراه شده با استحکام لفظی و زبان فاخر و با زیبایی‌های ادبی. تصورشو بکنید فاطمه زهرا سلام الله علیها، بانوی حالا 18 ساله، 20 ساله، حد اکثر 25 ساله، با اون مصائب خطبه‌ای بیان میکنه که بزرگان اهل بلاغت دربارش اینجور با حیرت اون رو تلقی میکنن و اون نگاه میکنن. در یه چنین خطبه‌ای با این لفظ و معنا حقایقی رو که در نظرها نبود یا اگر بود مورد غفلت بود، اینها رو بیان میکنه و روشن میکنه، بیان میکنه. توحید هست، نبوت هست، مسئله امامت ولایت هست، مسئله عدالت هست، معارف زیادی در این خطبه هست. زهرا سلام الله علیها بعد از پیغمبر پایه‌گذاری کرد، فرزندان ایشون هم، خاندان پیغمبر هم از ایشون پیروی کردند. خطبه های امیرالمومنین، خطبه امام حسین علیه السلام خطاب به علما، انتم ایتها الاصابه اصابتون بالعلم معروفه، خطبه تکان دهنده فوق‌العاده است. خطبه حضرت زینب در کوفه، خطبه امام سجاد در شام، اینا همه دنباله سنتی است که زهرای اطهر پایه‌گذاری کرد. خطبه امام صادق در عرفات، ایها الناس ان رسول الله کان هو الامام، امامت رو معنا میکنه. این سنت خطبه خوانی، تبیین حقایق از اینجا شروع شد و ادامه پیدا کرد تا اونجایی که ممکن بود. یه جاهایی هم ممکن نبود. بعد به تبع اهل بیت، زبان آوران ممتاز و برجسته پیرو اهل بیت هم این خط رو دنبال کردن، تبیین حقایق کردن در زبان شعر، نه شعرهای درجه 2 و متوسط، شعرهای درجه 1
این شعرای معروفی که شما میشنوید اهل بیت رو مدح کردن، شاعران درجه یک عرب در دوران خودشون هستن. فرزدق شاعر درجه یک در زمان خودش، کمیت اسدی شاعر درجه یک، سید حمیری شاعر ممتاز درجه یک، ابوالفرج اصفهانی شرح حال این شعرا رو که ذکر میکنه در کتاب اغانی، کتاب 20 و چند جلدی اغانی، به سید حمیری که میرسه، چون سید حمیری خیلی صریح مخالفین اهل بیت رو حذف کرده، خیلی روشن و صریح میگه من دلم میخواد این شاعر بزرگ رو دربارش، چون خیلی بزرگه، دربارش حرف بزنم، متعاقب چون نسبت به بعضی از صحابه حرفایی زده، ملاحظه میکنم نمیگم، مقداری میگم، اون مقدار 50 صفحه است، بیش از همه شعرهایی که در اونجا ذکر کرده. یعنی عظمت این شاعر در این حد. دعبل خزاعی شاعر درجه یک. اینا هستند کسانی که معارف اهل بیت رو تبیین کردن. اینا فقط شعر گفتن نیست، تبیین معارف اهل بیت. همه اینهایی که اسم آوردم و غیر از اینها شاعران بزرگ دیگری هم هستن، برجسته هاشون اینها. این رو دنبال کرد. این مال تاریخ زمان ائمه علیهم السلام و اندکی بعد از ائمه. در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راحل بود و بزرگترین کاری که با جهاد تبیین انجام گرفت کاری بود که امام بزرگوار ما انجام داد. با جهاد تبیین امام راحل کاری کرد که با هیچ وسیله سخت افزاری و نرم افزاری دیگران نه می توانستن بکنن، نه امیدش داشتن که بکنن. امام با زبان، با منطق، جهاد تبیین اینه. تا روزی که آمد اینجا تو بهشت زهرا گفت من تو دهن این دولت میزنم و دولت تعیین میکنم. همه با جهاد تبیین. چیکار کرد با جهاد تبیین؟ حکومت دیرپای فاسد ننگین دیکتاتوری و مستبدانه سلطنتی ارثی را ازاله کرد و حکومت مردم سالاری اسلامی و دینی رو سر کار آورد با جهاد تبیین. جهاد تبیین اینه مسئلهش، اهمیتش اینه. خب این درس فاطمه زهرا سلام الله علیها است که در طول زمان ادامه پیدا کرد، رسید به امام بزرگوار. جریان‌های دیگری بودند در زمان مبارزات روحانیت و نهضت روحانیت، تلاش میکردن، کار میکردن، دوندگی میکردن، با سلاح وارد میدان میشدن، هیچ کار نتونستن بکنن، هیچ کار نتونستن بکنن، یا سرکوب شدن یا منحرف شدن. تبیین شاخصه جهاد و نهضت اسلامی بود. در تهران توی جمعی از دوستان نشسته بودیم، یه جوونی بود اهل مشهد، من میشناختم، مرتبط بود با این گروه‌های مسلح مارکسیست. ناگهان وارد جلسه شد برای یک کاری. صحبت بین ما و او شروع شد، یه مقداری حرف زدیم. اینا معروف بودن اون وقت به گروه جنگل، اینی که میگن مال سالهای 47 48 اون وقت هست. من گفتم خب شما که دارید این کارا رو میکنید، با مردم حرف بزنید، مردم نمیدونن شما کی هستید چی هستید.
گویا این حرفا مال اسلامه، مال مسلمان هاست. اعتقادی به جهاد تبیین نداشتن، اون رو مال اسلام میدونن. درست هم میگفت، مال ما بود، مال اسلام بود. اونا حرف واقعی برای قانع کردن دلهای مردم نداشتن، نتوانستن، مغلوب شدن، منکوب شدن، بسیارشون هم منحرف شدن. اما امام راه تبیین رو پیش گرفت، به اینجا رسید. این راه امروز هم ادامه داره. من چی میخوام بگم؟ من میخوام بگم امروز بار جهاد تبیین بر روی دوش شما مده هاست. امروز شما هستید که این رشته آغاز شده به وسیله زهرای اطهر رو شما دارید ادامه میدید. حواستون باشه که مداحی چیه. مداحی به معنای ادامه دادن کار اون کسانی است که در طول تاریخ، چه در زمان اهل بیت، که توانستند مذهب رو نگه دارن، تشیع رو، جریان شیعه رو حفظ کنن، چه در زمان ما که توانستن دنیا رو عوض کنن، نظام کشور رو از طاغوتی به اسلامی تبدیل کنن. مداحی نگاه کن. هنر مداحی و موجودیتی به نام هیئت که محور هیئت مداحه و واعظ در کنار مداح، این موجودیت جزو مهمترین بخش‌های قدرت نرم جامعه اسلامی است. قدرت نرم از قدرت سخت نافذتر و مؤثرتره. علت چیست که قدرتمندان عالم مثل آمریکا مثلا بمب اتم دارن، انواع و اقسام سلاح‌های پیشرفته رو دارن، در این حال مهمترین سرمایه گذاری ها رو میکنن برای هنر و سینما و هالیوود و تبلیغات و امثال اینها. چرا؟ چون سینما قدرت نرمه، قصه نویسی، فیلم قدرت نرمه، اینه که اثر میگذاره. قدرت سخت اثر آنی داره، بعد از بین میره. قدرت سخت یعنی این که آمریکا میاد 20 سال در افغانستان میمانه، میلیاردها خرج میکنه، آخرش با نفرت مردم مجبور به فرار از افغانستان میشه. این قدرت سخت. قدرت سخت یعنی میاد آمریکا با تجهیزات کامل همه عراق رو تصرف میکنه، حکومت عراق رو ساقط میکنه، خودش اونجا به جای حکومت مینشینه. بعد از حدود 20 سال امروز منفورترین دولت در عراق عبارت از دولت آمریکا. قدرت سخت اینه. اما قدرت نرم یعنی یک گروهی به ظاهر در اقلیت اما دارای نفوذ معنوی می توانند دنیا رو با خودشون متوجه کنند. امروز شما ببینید فلسطینی‌های مظلومی که سلاح دفاع از خودشون رو ندارند، توانستند با مظلومیت خودشون، با صبر خودشون، با ایستادگی خودشون دنیا رو متوجه به خودشون کنن.
یعنی فاصله بین قدرت سخت و قدرت نرم انقدر فاصله زیادی است، تأثیرش انقدر متفاوت. خب بنده عرضم اینه که مجموعه مباشر و متصدی مدح و مرثیه همین جامعه مداح که مجموعه ای از یک بخشی از قدرت نرم جامعه اسلامی است، بایستی بدانه که چه کار است و چه کار میخواد بکنه و چی وظیفه اوست. معارف اسلامی جزو محتواهای کار شماست. منطق قرآن جزو محتواهای کار شماست. معارف اهل بیت جزو محتواهای کار شماست. تاریخ اهل بیت جزو محتواهای کار شماست. مصائب اهل بیت هم جزو محتواهای کار شماست. این مجموعه بایستی با بهترین زبان و بهترین شیوه با همون خصوصیاتی که شما در تاریخ جهاد تبیین در گذشته شیعه ملاحظه میکنید باید امروز ارائه بشه. توقع اینه. اگر تلاوت زیبایی از قرآن باشه، شعر زیبایی با صدای خوش و آهنگ خوشی خونده بشه، محتوای صحیح و متعالی به وسیله این صدای خوش و آهنگ خوش منتشر بشه، این از بسیاری از قدرت‌های سخت دنیا نفوذش بیشتره، تأثیرش بیشتره. جمهوری اسلامی در این 40 و چند سال اینجوری حرکت کرده. جمهوری اسلامی بیش از اونچه که به قدرت سخت متکی باشه به قدرت نرم متکی بود. من البته اعتقادم میدونید شما، من به تسلیحات پیشرفته و منطبق با نیاز و مطابق با توانایی‌های دشمنان اعتقاد دارم، دنبال میکنم. اما عقیدم اینه در کنار اون قدرت سخت، قدرت تسلیحاتی، تسلیحات فکری، تسلیحات زبانی، تسلیحات منطق قوی بایستی در بین ما گسترده بشه. این توقع ماست. ما از شاعرمون توقع داریم، از مادحمون توقع داریم، از خوش صدا و خواننده‌مون توقع داریم. در این قدرت نرم 2 شاخص مهم وجود داره که اینا بایستی مورد توجه قرار بگیره. یعنی کار خودتون رو با این 2 شاخص بسنجید. یکی عبارت از توانایی برانگیختن و حرکت آفریدن و دیگری عبارت است از جهت درست و دقت هدفگیریش دقیق باشه. ببینید ما در موشکامونم یکی از چیزایی که بهش اهمیت دادیم و موفق شدیم و بهش رسیدیم دقت در هدفگیری است. یعنی در 2000 کیلومتری یه نقطه‌ای رو هدف میگیره، درست به همون نقطه فرود میاد. یعنی مثلا 10 متر اینور 10 متر اونور نیست. باید اینجوری هدفگیری کنید کاری که میخواید انجام بدید. این 2 شاخص رو در نظر داشته باشید. ببینید اونچه که شما ارائه میدید چقدر
قدرت برانگیختن داره، چقدر میتوانه دل رو تکان بده، میتوانه حرکت ایجاد کنه. این یکی. دوم این که چقدر دقیقه. دقت در حرکت خیلی مهمه. گاهی اوقات میخواهیم کار خوبی بکنیم، یه حرفی میزنیم، دقت نمی کنیم در خصوصیات این حرف. در هنگامی که دنیای اسلام نیاز به اتحاد داره اختلاف ایجاد میکنیم، شکاف ایجاد میکنیم. این عدم دقت. عدم دقت. من اصرار دارم که در فهم معارف دینی و بیان معارف دینی دقت بشه. مداحان عزیز ما خوشبختانه امروز از بسیاریشون از قشرهایی هستن تحصیل کرده، درس خونده، مراتب علمی گذرونده، عربی دان، عربی فهم، خیلیشون با قرآن مانوس، با روایات مانوس. امروز اینه دیگه، جامعه مداحی ما مثل دوره جوانی ما نیست. جامعه مداحی جامعه متعالی و بلند مرتبه است. توقع ما اینه که معارف رو دقیق، درست، با همون ابزار بسیار ممتاز مدح و مرثیه به طرف مقابل منتقل کن. توقع ما اینه. با کتب حدیث آشنا بشید، مانوس بشید. با نهج البلاغه مانوس بشید. نهج البلاغه یک دریاست از معارف. خطبه های نهج البلاغه رو وقتی شما نگاه میکنید، به خصوص بعضی از خطب نهج البلاغه، سرشار از معارفی است که یک کلمه اون رو انسان بتوانه گسترش بده، میتوانه یک ملت رو به حرکت در بیاره. با صحیفه سجادیه مانوس بشید. صحیفه سجادیه قالب دعاست، محتوا هم توش تضرع و دعا هست، اما در کنار اون سرشار از معارف دینی است. صحیفه سجادیه یک پدیده عجیب در مکتب اهل بیت. شما ملاحظه کنید امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه مرزداران رو دعا میکنه. یه دعایی داره مخصوص مرزداران. مرزداران اون وقت کیا بودن؟ سربازان بنی امیه بودن. بنی امیه بودن دیگه. برای اونا دعا میکنه. مرزداره، مرز کشور اسلامی رو داره حفظ میکنه. هر کی هست مرزدار رو دعا میکنه. اینو درس برای ما. مرز دنیای اسلام امروز در غزه است. نبض دنیای اسلام امروز در غزه میزنه. اونا ایستادن در مقابل دنیای کفر، دنیای طاغوت، دنیای استکبار، در مقابل آمریکا. طرف اونا فقط رژیم صهیونیستی که نیست. رئیس جمهور آمریکا صریحاً میگه من یه صهیونیستم. راست میگه. همون خباثتی که در صهیونیست‌ها وجود داره در او هم هست. همون اهداف پلیدی که در اونا وجود داره در او هم هست. در مقابل اینا ایستادن. باید بدانیم که چه کار باید بکنیم. یکی از خصوصیات همین است که بدانه مجاهد تبیین، بدانه امروز چی رو باید تبیین کنه. مسئله روز خودش رو بشناسه. بدانه که چی رو باید تبیین کنه.
امروز شما باید غزه رو تبیین کنید. امروز باید شما دشمنی‌های با نظام اسلامی رو تبیین کنید. انواع و اقسام دشمنی رو با نظام اسلامی دارن عمل میکنن، اجرا میکنن. حالا لحاظ کارهای نظامی و تسلیحاتی و اینها به صلاح خودشون نمیدونن، اما از لحاظ قدرت نرم فیلم میسازن. نه فقط حالا آمریکا، دنبال روای آمریکا، مخالفین اسلام تبلیغات میکنن، تبلیغات دروغین میکنن علیه اسلام، علیه نظام اسلامی. باید سینه سپر کنیم. ما انتخابات در پیش داریم. یه عده‌ای نمیخوان این انتخابات اونچنانی که شایسته این ملت انجام بگیره. تلاش میکنن مردم رو مایوس کنن، وانمود کنن که انتخابات فایده ای نداره، تأثیری نداره. در مقابل اینا باید جهاد تبیین سینه سپر کنه. در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کنه. کسانی هستند که حضور مردم در اداره کشور که ثابت کننده تحقق مردم سالاری دینی در کشور این ضعیف بشه تا حرف امام بزرگوار دروغ در بیاد. هدفشون اینه که وعده الهی رو مخالف واقع نشون بدن. تلاش باید کرد در مقابل این حرکت خصمانه. این حرکت خصمانه است. هر کس با انتخابات مخالفت کنه با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده. انتخابات یه وظیفه است. این یکی از کارهاست. امروز احساس وظیفه نسبت به انتخابات یکی از کارهای نقد جامعه مجاهد در جهاد تبیین. کسانی که مردم رو بدبین میکنن به نظام، مردم رو ناامید میکنن نسبت به آینده. یه نقطه قوت گاهی در نظام وجود داره، تبدیل میشه به نقطه ضعف. یکی از نقاط قوت نظام مبارزه با فساده. به مجرد اینکه یک فسادی یک جایی ظاهر میشه و دولت و مسئولین قضایی و دیگران در مقابلش بنا میکنن حرکت کردن، که این نقطه قوت مبارزه با فساده. یه عده از اون طرف پیدا میشن که آقا ببینید فساد وجود داره. خب بله، فساد وجود داره. اونی که نقطه ضعفه این است که فساد تحمل بشه، فساد کمک بشه. اگه با فساد مبارزه شد، این میشه نقطه قوت. سعی میکنن این نقطه قوت رو تبدیل کنن به نقطه ضعف. در مقابل اینا باید ایستاد. امام بزرگوار هیچ ملاحظه‌ای نمی‌کرد. یه جایی ماها ملاحظه می‌کردیم، امام ملاحظه نمی‌کرد. صریح، روشن حق مطلب را ادا می‌کرد. اونجوری که باید بیان کنه بیان می‌کرد. اسم می‌آورد از افراد، اسم می‌آورد از جریان‌ها و گروه‌ها، برای اینکه مردم روشن بشن. به همین ترتیب توانست پایه‌های نظام رو پایه‌های محکمی قرار بده که تا امروز 40 و چند ساله و الحمدلله این بنا ارتفاع پیدا کرده. بازم ارتفاع پیدا خواهد کرد. ملت ایران اسلام رو دوست دارن، ملت ایران استقلال رو دوست دارن، عزت ملی رو دوست دارن.
ملت ایران از دنبال روی و پیروی قدرت ها بیزارند، ننگشون میکنه که مثل دوران طاغوت آمریکایی ها و دیگر قدرتمندان بخوان فخر بفروشن بر این ملت، امر و نهی کنن. ملت ایران تحمل نمیکنه این چیزا. برای همین هم است که پای جمهوری اسلامی ایستادن، چون جمهوری اسلامی شعار عزت ملی است، استقلال ملی است، پیشرفت ملی است. اینا شعارهای جمهوری اسلامی است. ملت به اینها علاقه‌منده و این راه خداست. اون چه که راه خداست و بندگان خدا در اون راه حرکت میکنن، هیچ قدرتی قادر به عقب نشوندن اون نیست. جهاد با ارزش تبیین رو با قوت، با قدرت انشالله ادامه بدید و این مواریث گرانقدر رو به نسل بعد از خودتون منتقل کنید. جوانها احساس کنن وظیفهشون مضاعف است نسبت به گذشتگانشون. روز به روز انشالله پیشرفت رو بیشتر مشاهده خواهیم.